به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما دوستای عزیز و دوست داشتنی خودم. مهتاب هستم، اومدم در خدمتتون باشم با انرژی خانی تاروت. موضوع انرژی خانیمون در مورد اینه که تاروت در 3 ماه آینده قرار هشدار دهنده چه پیام هایی برای ما باشه. پس با من همراه باش که انشالله به سوالهای مورد نظرت، اون چیزهایی که توی ذهنته، با دیدن این ویدیو میخوای به دست بیاری. چشمای زیباتو ببند، نیت میکنیم. اولین سوالی که خیلی از دوستان گفته بودن در مورد اینه که آیا میتوانم طرحهایی رو که دارم به انجام برسونم؟ پس اولین نیتمون برای این باشه که طرحهایی که تو ذهنمونه میتونیم به انجام برسونیم یا نه. خب، دوست عزیزم بدارآویخته داره صحبت میکنه از آدمی که خیلی ناامیده، داره صحبت میکنه از کسی که احساساتش خیلی سرکوب شده و خیلی مورد سرزنش قرار گرفته و حتی یک سری افکار بد توی ذهنتون وجود داشته. حالا میتونه این افکار بد بر اساس یک سری ناآرومی ها، بابت یک سری جر و بحث ها، بابت یک سری افسردگی ها بوده باشه که میگه خیلی بابتش افکار بیهوده توی ذهنتون بوده یا هست و داره میگه یک سری درگیری های فکری دارین که مثل خوره به جونتون افتاده و داره میگه که دلیلش میتونه بابت یک شکست عاطفی یا بابت یک شکست مالی باشه. ولی پنجشمشیر داره به شما میگه دوست عزیزم، از جایی که ناامیدی، از جایی که خیلی برات سخته، داره میگه که یک اتفاق خوشایندی میفته که این اتفاق خوشایند بابت یک سفره. داره میگه کسی که توی یک موقعیت اجتماعی خوبه شما رو دعوت به یک کاری میکنه یا شما رو دعوت به یک گروهی میکنه که حتی ممکنه یک سفری هم پیش رو داشته باشی. داره صحبت میکنه از یک سفر که این زمینه‌ای میشه برای اجرا کردن طرح‌هایی که داری. این طرح‌ها میتونه حالا یک کار باشه، میتونه یک پروژه‌ای باشه، میتونه خلاقیت شما باشه، به هر حال هنر شما باشه، ورزش شما باشه. داره میگه که نگران نباش، چیزی که توی ذهنته به زودی برات اتفاق میفته و طرح تو میتونی اجرا کنی. ولی تنها چیزی که داره اینجا تاروت به شما داره هشدار میده، میگه نذار کسانی که شما رو سرزنش کردن و احساسات شما رو سرکوب کردند تسلیم نشو و نذار اونها حرفشون برو داشته باشه. در برابر صحبت‌هاشون مخالفت کن و شما آدم فوق‌العاده خلاق و باهوشی هستی و میتونی در آینده نزدیک، چون تاروت داره 3 ماه آینده رو میگه، به زودی برای شما یک پروژه هست، برای شما پیاده کردن یک پروژه، یک طرحیه که براتون خوشایند، خوشحال کننده است. خب بریم برای سوال بعدی که از تاروت بپرسیم. آیا احتمال داره در آینده نزدیک شغلم رو تغییر بدم یا یک موقعیت شغلی خوبی داشته باشم؟ خب دوست عزیزم، کارت برج داره صحبت میکنه در مورد یک سری دشمنی ها، داره صحبت میکنه در مورد یک سری از آدم هایی که تو محیط کاریتون زیراب شما رو میزنن و به قول معروف رقیب شما محسوب میشن. شما اصلا باشون کاری ندارین، چون کارت 8 شمشیر و نوباوه سکه داره اینو میگه که شما فوق‌العاده آدم سروزیری هستین و کلا
سرتون به کار خودتونه، ولی برج داره صحبت میکنه از یک سری شخصیت‌های دغل‌باز. داره میگه کسانی که اهل توطئه و پاپوش هستن و شما دنبال همین موقعیتی که از این محیطی که هستی جابجا بشی. به خاطر همین آدم‌هایی که همش دنبال یک آتو گرفتن از شما هستن، آدم‌هایی که خیلی خبرچینی میکنن، خیلی فضولی میکنن و خیلی دروغ میگن. داره میگه که شما خیلی داری تلاش میکنی یا جایگاه خودتو عوض کنی یا شغلتو عوض کنی، ولی یک هشداری که برای شما هست میگه که تو محیط کاریت یک قضاوت نادرستی برای شما میشه یا یک پاپوشی برای شما هست، ولی چیزیه که در نهایت اون اتفاق خوبه برای شما میفته. اون اتفاق خوبه افتاده یک جابجایی کاری یا یک خبر خوش کاریه. داره میگه که شما از محلی به محل دیگه یا میرین یا اون شخصیتی که خیلی برای شما پاپوش درست میکرده، خیلی برای شما فضولی و خبرچینی میکرده، به زودی جابجا میشه که به هر حال یا جابجایی شما یا اون شخصیت که دیگه توی اون محل وجود نداره برای شما خوشاینده. ولی داره میگه به زودی یک حکم قانونی هم داری برای جابجایی کاریت یا یک سمت کاری خیلی خوب که براتون خوشاینده، خوشحال کننده است، خوب افتاده. و داره میگه نیت کاری شما در مورد شغلیتون عالیه. و داره میگه اگه قصدی برای جابجایی کاریت داری، داره میگه که 100% اتفاق میفته، همراه با یک سری حالا ناراحتی یا یک سری جر و بحث ها، یک سری به قول معروف کم آوردن ها هست، ولی در نهایت این جابجایی صورت میگیره و برای شما خوشاینده. حداقلش اینه که اگر این جابجایی برای شما اول خوشایندم نباشه، از شر آدم‌های حسود و آدم‌هایی که نسبت به شما کینه دوزی دارن، خیلی دشمنی میکنن، خیلی جاسوسی میکنن، راحت میشی و به زودی با محیط جدید یا اون موقعیت شغلی جدیدتون کنار میایین و براتون موفقیت هست. خب نیت میکنیم بعدی آیا امور مالی من در این مدت از زمان بهبود خواهد یافت؟ یعنی تو مدت 3 ماهه که تاروت بهمون بگم. نیت میکنیم برای امور مالیمون در این مدت 3 ماهه. خب. دوست عزیزم داره صحبت میکنه در مورد یک امیدواری. داره میگه که یک امیدواری برای شما هست، یک خوشایندی برای شما هست و یک قدرت نهایی که در نهایت در دست شماست و داره میگه برای شما یک پیشبینی فوق‌العاده و یک نتیجه مثبت هست. داره میگه در حال حاضر توی یک توقف مالی هستید که این توقف مالی حالا بابت هزینه‌هایی که کردین. حالا این هزینه‌ها میتونه بیماری باشه، میتونه مربوط به بیمارستان یا یک ساخت و سازی بوده که خیلی بر شما فشار آورده و شرایط مالی شما رو در حال حاضر خیلی سخت کرده، ولی داره میگه که نتیجهش مثبته. داره میگه که شاید حالا اون کاری که شما کردین، اون هزینه هایی که کردین از نظر اطرافیانتون، ببخشین دور از جونتون، احمقانه باشه، ولی داره میگه که شما بهترین کار رو کردین و بهترین نتیجه رو میگیری. چرا که با حالا کمکی که کردی، با هزینه هایی که کردی، برای شما یک معجزه هست، یک امید هست و یک بازگشت چندین برابر مالی برای شما هست. و داره میگه مالی که توی گذشته حالا یا از شما کلاهبرداری شده یا دیگه قصد برگشتش به شما نبوده، داره میگه که یک دفعه‌ای یک خبری از یک مال گم شده یا یک مال ورشکستگی
به شما میرسه، میگه نه همش، ولی ممکنه 1/3 یا نصفش به شما برگرده و اون پولی که بابتش خیلی سرزنش شدی و سختی زیاد کشیدی میگه بهت برگردونده میشه، حالا حتی اگه به قانونم باشه. و داره میگه که شما 100% در 3 ماه آینده، حالا میتونه 13 روز هم باشه، 3 وعده آینده بهترین موقعیت برای شما پیش میاد که از این موقعیت فعلی، از این توقف مالی، از این شرایط سخت مالی شما رو نجات میده و داره میگه که برای شما اتفاق خوبی بیفته و حتی میتونه یک مالی، یک ارثی که به دست شما میرسه و براتون خوشایند، خوشحال کننده است. نیت کنین برای اینکه آیا صرف انرژی برای آنچه در ذهن دارم ثمر بخش هست. حالا این انرژی بابت هر چیزی که توی ذهنتونه نیت کنید و جوابی که به دست میاد رو براش تفسیر کنید. آیا انرژی که برای کاری که میخوام، اون چیزی که توی ذهن خودم و دوستانم هست، ثمر بخش خواهد بود؟ خب دوستان عزیزم داره صحبت میکنه از یک موفقیت، از یک آینده درخشان. داره میگه من و شما خیلی آدم خوششانسی هستی. میگه چیزی که توی ذهن من و شماست یک رضایت تضمین شده از آینده است. داره میگه که 100% به رویاهایی که توی ذهنمون هست 100% به جواب میرسیم و به حقیقت تبدیل میشه. و داره میگه که برای به دست آوردن اون رویایی که توی ذهنمونه، توی دلمونه، باید خودمون رو بیشتر به خدا نزدیک کنیم و استعدادهای ابراز نشده رو سرکوب نکنیم. باید به قول معروف بروز احساسات، بروز استعدادهامون انجام بشه که شکوفا بشیم. کارت بعدی رستاخیز. رستاخیز داره صحبت میکنه از یک آینده درخشان. داره میگه چیزی که منتظرش هستی، حالا یا پیام یا یک سری محتویات و نامه‌های خیلی مهمیه که از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخورداره و داره میگه این خبر حامل یک نتیجه مثبتیه که بابتش خیلی وقت گذاشتی، بابتش خیلی رفت آمد کردی و داره میگه که با این خبر خوش به آرزوهات میرسی. حالا میتونه بابت تحصیلت باشه، بابت کارت باشه، بابت فرد مورد علاقت باشه. داره میگه که 100% اتفاق میفته. رستاخیز به معنی عاقبت به خیری شدن، به معنای اینه که شما 100% دعوت میشین به یک سورپرایز، به یک شرایط خیلی خوب. میگه به زودی اونو دریافت میکنی و وقت و انرژی که گذاشتی پشیمون نمیشه و موقعی میشه که به خودت بگی که آفرین، خدا رو شکر که من این وقت و انرژی رو گذاشتم و به اون نتیجه‌ای که میخواستم رسیدم و پشیمون نیستم از این وقت و انرژی که گذاشتم. کارت بعدی عرابه داره میگه که به زودی برای شما امضای یک قرارداد یا یک درآمد زیاد یا یک کار حرفه‌ایه که بابتش خیلی وقت میذاریم، بابتش خیلی انرژی میذاریم، که خیلی دودل میشه بابتش، که پا پس بکشم نکشم، ادامه بدم، بابت این کار وقت بذارم نذارم، ناامید میشی. ولی داره میگه که اصلا پشیمون نشو که این شروع کسب و کار شماست. میگه که با شروع این کار به درآمد بزرگ و سود بالایی میرسی
که برای شما فوق‌العاده است. حاکم سکه داره صحبت میکنه از یک شخصیتی که خیلی مغروره ولی داره میگه وفاداره. داره میگه طرفی که بابتش خیلی دودلی یا خیلی به قول معروف خسته شدی و میخوای پاپس بکشی، داره میگه که درسته، غرور داره، احساس به قول معروف حاکمیت داره، احساس بزرگی داره، ولی چیزی خصوصیت خوبی که داره وفاداری، صداقت، دوستی، مراقبت، محافظت. داره صحبت میکنه از یک دوستی، از یک محبت بی قید و شرط. داره میگه که اگر اون احساس رو داره که باعث ناراحتی شما میشه، ولی این خصوصیت خوب رو داره که با وقت و زمان و انرژی که براش بذاری مطمئن باش میتونی شرایطش رو تغییر بدی، حالات روحیش رو تغییر بدی و همین وفادار بودنش و همین که آدم رو راستی، آدم صادقیه، برای شما میتونه یک گزینه خیلی مناسبی باشه. و داره میگه بابت همچین شخصیتی اگه توی زندگیتون هست و داری وقت و انرژی میذاری، پشیمان نخواهی شد. دوست عزیزم، ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خوشحال میشم که نظرتون رو راجع به این ویدیو بشنوم، در مورد این انرژی خوانی بدونم. پس حتما نظراتتون رو برام کامنت کنین و خوشحال میشم که با من همراه باشید. دوستتون دارم. تا یک روز دیگه و یک انرژی خوانی دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.